اگر به گوشه بامش حمیل مهتاب است، اگر محیط ز عطر زلال شاداب است. از طرف ضدی میاد که بوی زلال و زرق. اگر بنفشه به بالین عاشقان خواب است، اگر زبان روانش چو گنجی نایاب است، اگر همه خرد و فضل و علم و آداب است، یقین بدار که اینجا دیار ورزاب است. من چون به ناحیه ورزاب با یک احساسات خیلی خاص آمدم. اینجا ناحیه است که ما به اینجا پیوندی هم شخصی و هم خانوادگی و هم احساسی داریم. بنابراین اگر در اول میخواستم که چند سخن درباره ورزاب همچون سپاسگزاری به این مردم و این ناحیه گویم، چون که طوری که معلمه گفتن ورزاب خودش نامی زیبا، محیطی زیبا، طبیعتی زیبا، مردمی زیبا، آب شیرین، لهجه شیرین، همه چی در اینجا معنای مثبت دارد. و اگر شما همین بینید مردم ما اگر در شهر خسته شود میاید سوی ورزاب، اگر در شهر نفسگیر شد خود را میزند به ورزاب، اگر از غبار در شهر گرفتار شد میاد ورزاب. خصوصا همین روزها که در پایتخت در مرکزهای جمهوری گرد و غباری طبیعی هست، همه میایم به ورزاب. یعنی ورزاب یک پناهگاهی ماست، هم از گردی زندگی هم از گردی طبیعت. میایم در اینجا خود را برقرار میکنیم، انرژی میگیریم، دوباره جوان میشیم تا که رویم باز فعالیت خود را ادامه کنیم. از این رو اگر بینید شاعرها هم همه سوی ورزاب میآیند، عالمان هم سوی ورزاب میآیند، عاشقها هم همه سوی ورزاب میآیند، حافظان هم سوی ورزاب، وزیران و وکیلان و مهمانان و سیاحان و هر کسی که میخواد همون زیبایی و تراوت و طبیعت تاجیکستان در وجودش احساس کنند حتما ورزاب میارن. و به بالای این ما مهمانانی سطح بلندی دولتی را میاریم به ورزاب. اگر رئیس جمهوری چین هم بیاید میاریم ورزاب، رئیس جمهوری روسیه هم بیاید میاریم ورزاب. زیرا ورزاب همون یک پاره بسیار زیبای تاجیکستان است که ما با افتخار به هر مهمان خارجی او را با سر بلند نشان میدیم. همین سال گذشته سفری کوتاهی امیر قطر به تاجیکستان بود. گفته که اما یک جایی هست که من در تصویرها در نوارها دیدم که از همین بالای کوه یک شرشره آبی پاکی تازه میریزد. من فقط همون را دیدنی هستم، دیگر همه چیز در جهان دیدم. برای این مخصوص را آوردن اینجا که همون شرشره آب بیند. بینید امیری که تمامی ثروت میلیاردهای جهان در دستش است، گفت که تنها خواهش همین است که شرشره ورزاب را یک بار بینم. بنابراین ورزاب همین گونه ناحیه زیبا، مردم خوشبخت، مردمی که رایگان در همین جایی که مردم پول داده میآیند تا نفس کشند، آب بینند، هوا بینند، زندگی میکنند. همین استاد نظر یزدان یک نوشته یک مقاله تحقیقاتی دارند درباره نوری روی مردم تاجیک. و همونجا گفتن که چرا مردم تاجیک نور دارد؟ چون که آبی تازه میخورد، غذای پاک میخورد، هوای پاک نفس میکشد. از این رو اگر همون رنگ و روی مردم ما فرق میکند. خاصه در ورزاب همین هوا و فضای ورزاب این گونه مردم را هم خوب کرده است، هم زیبا کرده است. و در ادبیات معاصر ما شاید
ناحیه‌ای که از همه بیشتر شاعران ما با اون دل بستن و سرودن همین ناحیه ورزوب است. ببینید استاد ترسونزاده همین وقتی میگن که از دوشنبه چون برایی کوهسار آید به پیش، این کوهسار میگن کوههای آسمان بوسی حصار آید به پیش، این قطار کوه حصار است نامش. بنابراین استاد ترسونزاده اینقدر عاشق ورزا بودن که راننده اون کس در نقلش میگه که وقتی استاد از سفرهای خارجی بعد 1 ماه 20 روز می آمدن در فرودگاه که از هواپیما پایین میشدن، بعد میگفت معلم کجا های کنیم خانه رو؟ میگفت نه خانه نمیریم، اول میریم ورزاب. یعنی بعد 1 ماه کودکاش ندیده است، خانواده‌اش ندیده است، میگفت اول رویم ورزاب. اگر همین دهه چهارباغ بینید وقتی طرفی دستی چپ میرویم بعد بالا میبریم یک بلندی هست، انا اونجا میرفته استاد ترسونزاده از اونجا طرفی حصار و شهرینه و تو کوه یوان و وحدت و تو درون یعنی ورزاب میتابد. همونجا نیم ساعت استاده هر یک کوه و دره و دریا و همش زیارت کرده، بعد میگفت اکنون رویم خانه. بینید استاد ترسونزاده پیش از اون که پیش زن و بچه شورا اول ورزاب میدیدن بعد میرفتن. حاضر ما سفرهای خارجی میریم ولی سمالیات ننشسته که پیامک روان میکنن که من آمدم حاضر میرسم. استاد اول می آمده ورزاب زیارت. بعد تمام استادای ما عاشق ورزاب بودن. در همین بوستانسرای اتفاق نویسندگان که در ورزاب بود نیمی ادبیات معاصر ما نوشته شده است، رمانای بزرگترین، آثار بزرگترین. استاد قناعت، استاد مومین قناعت چقدر عاشق ورزاب بودن، استاد لایق چقدر عاشق ورزاب بودن. حتی استاد لایق گفته بودن که همه ما رو ورزاب شاعر کرد. ببینید گفته که نشستن در لب ورزاب ما رو شاعر کرد. بنابراین ورزاب در ادبیات ما یک جایگاه مهم دارد. استاد قناعت یک شعر بسیار زیبای تصویری دارند با نام پیر گلفروشان و در ادبیات معاصر ما یکی از زیباترین شعرهای تصویری حساب میشد که همین استاد کوی ورزاب هم خیلی تصور میکرد که مثل یک موسفید ورزابی که سله صوف گرد سر دارد، جامعه بی قسم به بر دارد، لاکی شاهی در کمر دارد، سبتی گل به پیش بر دارد. کوه ورزاب را چه دوران است، گوییا پیری گل فروشان است. و استاد اسکر حکیم نوشتن که یکی از زیباترین پورتریت های نظمی در ادبیات ما همین شعر است. بنابراین من همین چیزا فکر کرده در تلفنم یک 2 بیت برای ورزاب نوشتم. اول همین خونم بعد به موضوع یک بیت های ساده که بعد میشینیم در خانه شروع میکنیم. حاضر ایرا در همون یادداشت تلفن نوشتم: اگر به گوشه بامش حمیل مهتاب است. اینجا بلند است که مهتاب میاد سری نگیسه میشیند. اگر به گوشه بامش حمیل مهتاب است، اگر محیط ز عطر زلال شاداب است. از طرف زیدی میاد بوی زلال و زرق. اگر بنفشه به بالین عاشقان خواب است، اگر زبان روانش چو گنجی نایاب است، اگر همه خیرد و فضل و علم و آداب است، یقین بدار که اینجا دیار ورزاب است. خب این چند سخن درباره ورزاب که همه ما بخصوص ساکنان پایتخت باید برای آب زلال، برای بادی خوشگوار، برای هوای تازه، برای نفسی که با یک تراوت و حلاوت میکشیم به ساکنان ورزاب باید سپاسگزار باشیم و این سپاس به شما میرسونم و میریم روی موضوع.